بیا یادت بدم برای غذا اکلیل خوراکی درست کنید. 2 قاشق پودر نشاسته ذرت رو توی آب گرم حل کنید. بذارید روی گاز تا غلیظ بشه. وقتی به این غلظت برسه مایمون حاضره. به تعداد رنگ‌های دلخواهتون توی ظرف بریزید. به هر کدوم 3 قطره رنگ خوراکی اضافه کنید. حالا مواد رو روی نایلون بریزید. بذارید کامل خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد آسیاب می‌کنید. اینم از اکلیلمون. نوش جان.